و به همین راحتی 9000 تا جم گرفتم. سلام بچه، خوش اومدین به این ویدیو. طبق قولی که تو اینستاگرام به شما داده بودم، گفته بودم یه ویدیو در یوتیوب قرار بذاریم که چگونه در افسون بتونیم جم های زیادی رو به دست بیاریم، چه از 10,000 تا 1,000,000 جم دریافت کنیم. که بچه ها فقط هر دو پیج اینستاگرام و یوتیوب ما رو دنبال کنین که ویدیوی کوتاه داخل اینستاگرام و ویدیوی بلند و مهم رو داخل یوتیوب میذاریم. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. Here we go. خب بچه ها وارد بازی میشیم و اینم شما بگم خود بازی کلا روزانه هم تو بخش کوست و هم تو بخش ایونت حالا خیلی زیاد بخواد بده 2000 تا جم میده. و اما اگه میخواین جم های خیلی زیادی رو به دست بیارین باید از طریق آفر جم ها اقدام همچین کاری کنیم که وارد استور میشیم، تو بخش FC پوینت و جم ها میزنیم تو آخرین گزینه جم ها و اینجا کامپلیت آفر رو میزنیم. خب دوستان، همونجور که میبینید بخش آفر جم بازه مختلفی پیشنهاد داده که میتونیم هر کدوم دوست دارین انتخاب کنیم و مسلما هر کدوم جمش بیشتر باشه یه ذره وقتش بیشتره. و اینکه حالا مثلا ما اون 344 تا انتخاب میکنیم و اینکه میبینید دیگه تو 28 روز گفته میتونی این کار مثلا انجام بدی تا جمعای مختلف به دست بیاری. مثلا نمیشه تا لول 10 بشو 939 تا جمع به دست بیار. و اینکه محلهایی که به ترتیبش هست و اینجا خودتون دارین میبینید. خیلی ممنون بچه‌ها که این ویدیو دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و ویدیوی بعدی هم در مورد ایونت یورو میخوایم بذاریم و حتما کامنت بذارین که بذارم یا نه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.